فصل 24. بعد از رفتن مارشال، کارول حیرت زده تا چند دقیقه سر جایش نشست. ایکبانا، هنر گلارایی ژاپنی. هیچ شکی وجود نداشت. موکل او دکتر اشرایدر درمانگر قبلی جس بود. جس گاهی اوقات درباره درمانگر قبلیش صحبت می‌کرد. همیشه با کلماتی بسیار مثبت، همیشه بر محترم بودن، احساس تعهد و دلسوزی او تاکید می‌کرد. اوایل جس از سوالهای کارول در خصوص شروع درمانش با ارنست تفره می‌رفت، ولی با عمیق‌تر شدن رابطهشان از آن روزی که در ماه آوریل حرف زدند که لابلای شاخه‌های درخت افرای ژاپنی با صحنه تکان دهنده همسر درمانگر سابقش در آغوش یک راهب بودایی ملبس به ردای زعفرانی مواجه شده بود. اما جس برای احترام به حریم خصوصی درمانگر سابقش اسم او را فاش نکرده بود. کارول فکر کرد هیچ اشتباهی در کار نیست. باید همین مارشال اشرایدر باشد. چند تا درمانگر هستند که همسرشان متخصص ایکبانا و بودایی است. کارول برای دیدن جس در وقت شام بیتاب شده بود. یادش نمی آمد آخرین بار کی بود که آنقدر مشتاق در میان گذاشتن خبری با یک دوست بود. حالت ناباورانه جس و دهان نرم و گردش را تصور کرد که میگوید نه باورم نمیشه، چقدر بد، $90,000 و باور کن این مرد برای پولش سخت کار میکنه و از بین این همه آدم توی دنیا سراغ تو اومده. او را که به همه حرفهایش گوش میداد تصور کرد، همه جزئیات را تعریف میکرد تا به این ماجرای جالب تا حد ممکن آب و تاب دهد. اما بعد وقتی فهمید نمیتواند به جس چیزی بگوید یک بار افکارش را متوقف کرد. فکر کرد نمیتوانم درباره مارشال اشرایدر چیزی به او بگویم. حتی نمیتوانم بگویم او را دیدم. من صراحتاً برای راز نگهداری حرفه‌ای سوگند خوردم، اما در اشتیاق گفتن به او میسوخت. شاید یک روزی راهی پیدا کند، اما در حال حاضر باید به لذت نابسنده رعایت اصول رفتار حرفه‌ای راضی میشد و نیز باید به رفتاری که جس از او میخواست، اینکه هر کمکی از دستش برمی آید برای درمانگر سابقش انجام دهد. و البته این کار آسانی نبود. کارول هرگز به روانپزشکی برنخورده بود که دوستش داشته باشد و از این روانپزشک به خصوص دکتر اشرایدر کمتر از بقیه خوشش آمده بود. خیلی نق میزد، زیادی خودش را جدی میگرفت و بچگانه و ابلهانه به بازی فوتبالش متوسل میشد و با این وجود اینکه در یک لحظه به خاطر این کلاهبرداری حقیر شده بود، کارول باز هم می توانست خودخواهی نهفته‌اش را حس کند. درک علت این که اینقدر دشمن داشت چندان دشوار نبود. با این همه جس خیلی به دکتر اشرایدر مدیون بود و نیز کارول به عنوان هدیه‌ای به جس خود را متعهد کرد هر طور شده به این موکل کمک کند. دوست داشت به جس هدیه‌ای بدهد، ولی هدیه‌ای پنهانی. یک نیکوکاری پنهانی که حتی جس هم از کار خوبی که کرده آگاه نشود. کار دشواری بود. حفظ اسرار همیشه نقطه قوت او بود. همیشه در حفظ اسرار سرآمد بود. کارول در حرفه وکالت استاد گیج کردن و فریب دادن بود. هیچ وکیلی دلش نمیخواست طرف مقابل او در دادگاه باشد. او به موضع‌گیری خطرناک و ماهرانه شهرت پیدا کرده بود. همیشه خیلی راحت کلک میزد و بین رفتار حرفه‌ای و رفتار شخصیش چند وجه متمایز وجود داشت. اما در چند هفته اخیر از موذیگری خسته شده بود. در صادق بودنش با جس تازگی لذت بخشی وجود داشت. هر موقع او را میدید سعی میکرد ریسک تازه‌ای بکند. بعد از فقط چند هفته چیزهایی از خودش به جس گفت که هرگز با مرد دیگری در میان نگذاشته بود. البته به جز یک چیز، ارنست. هیچ کدام درباره ارنست زیاد حرف نمی زدند.
کارول گفته بود اگر راجع به درمانشان با هم صحبت نکنند و چیزی از خودشان به ارنست نگویند زندگی ساده تر می شود. اوایل میخواست کاری کند که جس علیه ارنست باشد، اما خیلی زود از این قصد خود منصرف شد. شک نداشت که درمان برای جس فوق‌العاده مفید بوده و او ارنست را خیلی دوست دارد. البته کارول هیچ یک از رفتارها یا احساسات موذیانه‌اش نسبت به ارنست را فاش نکرد. یک روز جس بعد از جلسه خیلی خوبی با ارنست گفت ارنست درمانگر فوق‌العاده‌ایه. خیلی صادق و انسانه. جس حرفش را با تعریف جلسه آن روز ادامه داد. ارنست امروز به چیز واقعا مهمی اشاره کرد. گفت هر موقع من و اون به هم دیگه نزدیکتر میشیم، هر موقع به سمت صمیمیت بیشتر میریم، من بدون استثنا عقب میکشم یا با شوخی‌های مربوط به همجنسگرا هراسی یا به طرزی عاقلانه مسیر صحبت رو عوض میکنم. و راست میگه کارول، من همیشه با مردها همین کارو میکنم، مخصوصا با پدرم. ولی میدونی چه چیز اون حیرت انگیز بود؟ گفت خود اون هم از صمیمیت زیاد با مردها معذب میشه که با منحرف شدن از موضوع با شوخی های من یا با ملحق شدن در بحث عقلانی با من هم دستی میکنه. جس گفت حالا این همه صداقت از جانب یه درمانگر عجیب نیست؟ مخصوصا بعد از اون همه سال که با روانپزشکای خشک و غیر رسمی حتی غیر صمیمی سر کردم. تعجب آورتر این که اون چطوری میتونه هر جلسه این میزان اشتیاق رو داشته باشه. کارول از میزان خودافشاگری ارنست با جس یکه خورد و از اینکه فقط با او اینطور نبود به طرز عجیبی تقریبا ناامید شد. احساس فریب خوردن میکرد، با اینکه ارنست هیچگاه تلویحاً نگفته بود که رفتارش با او نسبت به سایر بیمارانش متفاوت است. کم کم به این فکر افتاد که شاید درباره او اشتباه کرده. اینکه شور و اشتیاق او مقدمه اغوا کردن نیست. در واقع کل پروژه بیزانسی او با ارنست داشت به لجنگ کشیده می شد. دیر یا زود جس مجبور می شد او را همراه خود به جلسه ببرد و بعد ارنست به حقیقت پی می برد. و هدف بدنام کردن ارنست از کار بیکار کردنش و گسستن رابطه او با جاستین دیگر چندان معنایی نداشت. جاستین دیگر ربطی به او نداشت. رالف کوک و زوی ژونگ دوباره به گذشته ها عقب نشینی کرده بودند. هر گونه آسیب رساندن به ارنست نتیجه‌ای جز رنج جس و در نهایت رنج او نداشت. کارول به حدی با خشم و انتقام سر کرده بود که اکنون بدون آنها احساس گمگشتگی می‌کرد. هر وقت به انگیزه هایش فکر می‌کرد که این فکر کردن بیشتر و بیشتر شده بود، گیج می‌ماند که چه کار دارد می‌کند و اصلاً چرا دارد این کار را می‌کند. ببخشید که جلسه پیش تندی کردم کارولین. اغلب اینطوری از جا در نمیرم، ولی در پافشاری تو چیز عجیب و برانگیزاننده‌ای هست و به نظر من بسیار خود ویرانگر میرسه. به نظر ما میتونیم خوب با هم دیگه کار کنیم. مطمئنم چیزای زیادی میتونم به تو بدم، اما نمیفهمم چرا مرتب سعی میکنی توی کارمون اختلال ایجاد کنی. پاسخ کارول تمنایش برای نیاز بیشتر به او و اشاره‌هایش به رالف کوک حتی برای خودش هم تو خالی به نظر می رسید و ارنست با عجله جواب داده بود میدونم که حرفام تکراریه، ولی مادامی که تو مرتباً سعی کنی به حریم من وارد بشی، هر بار باید این رو تکرار کنم. اولا من به این نتیجه رسیدم که عاشق تو بودن در نهایت به ضررت تمام خواهد شد. میدونم که غیر از این فکر میکنی و هر کاری کردم که این رو به تو بقبولونم. شاید نتونی باور کنی که من واقعا نگرانت هستم. بنابراین امروز میخوام چیز دیگه ای رو امتحان کنم. میخوام درباره رابطمون از دیدگاه خیشتن خودخواه من از منظر اون چی که به نفع منه صحبت کنم. اصل مطلب اینه که من دارم از این کار طوری اجتناب میکنم که بعدها موجب درد و رنجم خواهد شد. میدونم که نتیجه نهایی هر گونه رابطه جنسی برای من چی خواهد بود. تا سالها بعد، شاید تا ابد از خودم بدم خواهد اومد و من قصد ندارم با خودم چنین کاری بکنم.
و این حتی ریسک قانونی هم داره. ممکنه مجوز کارم رو از دست بدم. من برای رسیدن به جایی که هستم خیلی تلاش کردم. عاشق کارم هستم و دوست ندارم حرفم رو به خطر بندازم و حالا وقتش رسیده کم کم از خودت بپرسی که علت این درخواست از من چیه؟ کارول جواب داده بود: اشتباه میکنی. ریسک قانونی در کار نیست، چون بدون مطرح شدن شکایت هیچ اقدام قانونی صورت نمیگیره و من هرگز چنین کاری نخواهم کرد. من میخوام تو عشقم باشی. هرگز نمیتونم به تو آسیب بزنم. میدونم که حالا چنین احساسی داری، اما هر سال صدها شکایت مطرح میشه و در هر مورد بدون استثنا بیمار زمانی همون احساسی رو داشته که تو توی این لحظه داری. پس بذار خیلی رک و خیلی خودخواهانه بگم، من طبق منفعت خودم عمل میکنم، یعنی به نفع خودم. کارول جوابی نداد. خب همین بود کارولین، من روشن برات گفتم. از این واضح تر نمیشد گفت. تو باید تصمیمی بگیری. برو خونه. به حرفایی که زدم خوب فکر کن. وقتی گفتم هرگز از لحاظ جسمی با تو صمیمی نمیشم، حرفم رو باور کن. خیلی جدی گفتم. و بعد ببین هنوزم میخوای به دیدن من بیای یا نه. آنها به سردی از هم جدا شدند. بغل کردنی در کار نبود و این بار حسرتی از جانب ارنست دیده نشد. کارول در سالن انتظار ارنست نشست تا کفش‌های ورزشی‌اش را بپوشد. کیفش را باز کرد و برخی از یادداشت‌های مربوط به جلساتش را مرور کرد. وادارم می‌کند ارنست صدایش کنم، به خانه‌اش تماس بگیرم. می‌گوید من از همه لحاظ جذابم. روی کاناپه کنارم می‌نشیند. از من می‌خواهد درباره زندگی خصوصیش سوال بپرسم. موهایم را نوازش می‌کند. می‌گوید اگر جای دیگری همدیگر را می‌دیدیم دلش می‌خواست عشق من باشد. به جس فکر کرد که جلوی رستوران گرینز منتظرش بود. خدا لعنتش کنه. یادداشت‌هایش را پاره کرد و رفت تا بدود.